آقا سلام خدمت عزیز جان ها، گربه نره و روباه مکار حاجی مکار. یک آدم خطرناکیه، چنان خودشو به مظلوم بودن میزنه که به خدا شما نمیدونید. من اگه بتونم صدای اینو یه بار ضبط بکنم بدون چه صحبتایی میکنه. به من میگه من میخوام تو رو فلکه ببندم، میگه میخوام تو رو فلکه ببندم، بعد فلکه بکنی، بعد شکم آجی بگیری فلکه بکنی، شکم آجی بگیری فلکه بکنی. داریم میریم کلاس گلف. یا حواستون رو جمع بکنین که چوب گاجی زنگ بزنم بریم. الو حاجی جون، حاجی فکر میکردی از ونوش رو بیارم اینقدر با کلاس رو بکنم، کلاس گلف رو بفرستم؟ منم اگه جای تو بودم همینجوری با این چی الان یه آجر دستم با تلفن حرف می‌زدم با جون با چوب گلف. آقا عکسال کردی عکس تاریخی رو؟ آقا سیگار چیز جالبی نیست ها. من یه حرکت کریس انجل باشه، انجل گسکش کیه اون؟ جادوگره بود کانال توی ماهواره نشون میداد، توی لاس وگاس رو آب راه میرفت. بعدم من آمادش در آوردم کسکش کف آب شیشه بود، خار کسه یه جایش باز بود، مردم میردن زیر پا شنا میکردن. کس شعرها چی؟ جادوگری چی؟ کس بازی جادوگری یعنی کس غیب کنی، کس ظاهر رو کنی، اینی میشن جادوگر. آیسی انجل آمد جان. عکس حال کردین یا نه؟ عکس حال کنین. آقا من دارم میرم سر کار دیگه، با ولش کن بابا جان، خداحافظ سر صبح. هوا انقدر گوهه که بدم میاد. میبینی در خارکاسه دلپیچه دارم، نمیدونم اسهالم چی هم کسیش. دیشب چی خوردیم؟ قطع کنین خانم دختر آیندم سوال بکنم ببینم دیشب چی خوردیم، ببینم منش چیز خور کرده باشین تو خواب احتمالاً. من و تو باشیم و بارون بزنیم زیر همه دردا، چه شبی بشه با تو اون شب، باقیشم باشه واسه فردا. من و تو باشیم و بارون بزنیم زیر همه دردا، چه شبی بشه با تو اون شب، باقیشم باشه واسه فردا. آقا سلام، خسته نباشید. اومدم خونه، بعد دیدم حاجی میگه یه چیزی، میگم نه نگو. دوتا گوسفند پشمی سفیدای ما، همه چیز دوتا میگم چون شریکیم دیگه، یکی مال حاجی یکی مال من. دیدم میگه یه چیزی بدون، میگم نه نگو. چیه؟ آقا ریانا کسکریت کرده نهار بیاین اینجا، قرمه گذاشته، بودم امکان نداره. میخواد خونهشون بالاست. واو الان اگه منو ببینه، اگه منم که خارکسته یک شانس بلندی دارم که احتمال داره با دوربین داره من میبینه این پسره کیه، عجب خوشتیپی. من که داداش اصلا خودم توی یه جایی از قضیه هم که این باید بره جلو بوق بزنه بابا، بوق. شادی پیدات میکنم، انقدر صدات میکنم، گوش آسمون کشه، تو که میشنوی صدا، میبینی شب گریه ها، نذاریم دیوونه است، اینی که هست دیوونه ترشه، دیوونه تر. آقا اومدیم خونه داداشم و خواهر من مهشید جان. این خونه رو من نیومده بودم با داشالش. آقا اینو که مهشید رو با آپتین برای من خریدن اینجا هست، اونی که خونه من هست. آره حاجی خیلی باحاله اینجا. اینم هاچیکوه، این ماجرای طولانی داره. هاچیکو حاجی این بیرون رو ببینین چقدر سیکه. اوه انقدر حاجی اینجا قشنگه، انقدر حال کردم با خونه جدید آپتین اینا که اصلا حاجی خیلی کالیفرنیا بالن حاجی. آپتین که حالا رفیق ایران منه با مهشید اینا،
ولی بچه های کالیفرنیا حاجی من بیگ فن همه شما هم. از هر جای کالیفرنیا هستی آقا. تو آمریکا من اگر میخوایم بدونین که کوچیک بچه های کجام، اول کالیفرنیا داداش. I love you همتون.